آقا سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. راستش امروز یه سری پیاما گرفتم ازتون که مثل این که نتیجه کنکور اومده و خیلیاتون ناراحت بودین از نتیجه که گرفتین و نگران بودید و نمیدونستید که باید دوباره پشت کنکور بمونید یا دوباره یا برید همین رشته‌ای که قبول شدین و از این داستانا. برای همین خواستم که اون پیاما رو هم بخونم براتون، هم نظر خودم رو بهتون بگم، چون حس کردم که ممکنه تاثیر بذاره روی فکرتون. اول چند تا پیام گرفتم. یکی از این پیام این بود که سلام فاطمه، امیدوارم پیاممو این بار ببینی. من دانشگاه راه دور قبول شدم. اولش خوشحال بودم تا اینکه کل خانواده سرد برخورد کردن و تازه همه دوستام همین اطراف قبول شدن و دقیقا کسایی که میگفتن ما هم راه دور میریم الان اکثرا مثلا خانوادم سرد برخورد میکنن، میگن بیا خیالت راحت شد، اگه دوتا انتخابتو عوض کرده بودی الان همینجا میخوندی. جدی الان مردن برام قابل تحمل تره، حتی دارم به سرم میزنه دوباره پشت کنکور بمونم سال بعد. همین اطراف قبول شم. حالم بد داغونه، شب تا 2 نتونستم بخوابم، آخرش خوابیدم کابوس دیدم، دارم دیوونه میشم، جدی میترسم خیلی تنها شدم، حس میکنم همیشه برای دوستام همه چی خوب تمام میشه ولی برای من نه. یه وقتایی میگم خدا اونا رو یعنی بیشتر از من دوست داره. یکی از پیام‌های دیگه، سلام فاطمه قشنگم، نمیدونم من چقدر دوستت دارم، یکی از آدمایی هستی که دوستم شبیه عزیزم، مرسی. راستش انقدر این موضوع بهم فشار آورد، بهم داشت فشار می آورد که باید به یکی میگفتم آقا من امسال کنکور دادم، البته سال دومم بود، کنکور امسال و پارسال روانشناسی آزاد قبول شدم. راستش از اونجایی که من همیشه روانشناسی رو دوست داشتم دو دل بودم برم یا نه، ولی نرفتم و گفتم بیا یه بار دیگه تلاش کنم و تصمیم گرفتم کنکور بهونه کنم و فکر کنم و به خودم فرصت بدم و از اونجایی که میخوام بر GKS اقدام کنم. پیامش خیلی طولانیه، کلش رو نمیخونم، ولی داستان اینه که دخترم میخواسته روانشناسی، میخواسته پرستاری قبول بشه، بعد الان شک کرده به پرستاری و همه این داستانا. کلیت اینه که نمیدونید دارین چی کار میکنید و خیلی ناراحتید و همه این داستانا. اومدم بهتون چند تا چیزو بگم. راستش من زمانی که کنکور دادم سال 92 من آپشن انتخاب کردن داشتم، یعنی میتونستم همون تاپ رشته‌های علوم انسانی رو برم. بین روانشناسی و حقوق مونده بودم. یعنی میخوام شرایط کسی رو بهتون بگم که رتبهش خوبه و حتی بهترین دانشگاه هم میتونسته بره. چرا؟ چون که مثلا من المپیادی بودم و از اون ور رتبه کنکورم هم خیلی خوب شد، یعنی خیلی خوب نشد ولی خوب شد و هم میتونستم با رتبه کنکورم هر رشته‌ای که میخوام برم و هم میتونستم دانشگاهمو جزو تاپ دانشگاه ها انتخاب کنم، این دانشگاه تهران و بهشتی و اینا برم. و من اینجوری بود که خانواده بهم گفتن که آره نه شهر دیگه خوب نیست و اذیت میشی و از این داستانا، کلا مخمو زدن که شهر دیگه انتخاب نکنم. بعد در حالتی بود که دوستام که رتبهشون پایین تر از من بود و حتی المپیادی هم نبودن، اکثرشون داشتن میزدن دانشگاه های تهران، یعنی مثلا حتی دانشگاه تهران و بهشتی هم قبول نمی شدن، مثلا علامه و دانشگاه هایی که حالا یه ذره پایین تره مثلا انتخاب میکرد. مثلا اون موقع روانشناسی اون سال واسه بچه علوم انسانی فقط 3 نفر قبولی میگرفت دانشگاه شیراز و کلا واسه علوم انسانی قبول شدن تو روانشناسی بالینی خیلی سخت داره. میدونم بچه تجربی به عنوان اینکه پزشکی و دندون نیوردن میرن روانشناسی میخونن، ولی واسه بچه علوم انسانی این شکلی نبود اون سال. الان نمیدونم وضعیتش چجوریه. و من بین حقوق و روانشناسی خیلی مونده بودم و همه بهم میگفتن که باید بری حقوق بخونی چون که حقوق خیلی بهتره، خیلی همه چیزش بهتره. و من اینجوری بودم که من خیلی از حقوق بدم میاد ولی خیلی شک داشتم و خیلی دودل بودم و با بچه های حقوق صحبت میکردم
یه داستانی بود. با بچه روانشناسی، یعنی دوستای سال بالاییم که صحبت میکردم، یه داستان دیگه بود و من تصمیم گرفتم که اوکی، حالا که من المپیادی هستم و میتونم تغییر رشته بدم همون ترم اول، بیا 2 تا رشته رو سر کلاساشو بریم. و چون دانشگاه شیراز انتخاب کرده بودم، یه جایی میدونی دانشگاه شیراز این شکلی بود که اگه بچه‌ای که رتبهشون بالا هست یا مثلا المپیادی هستن اینا انتخاب میکنن، یه ذره آپشن میداد اون اوایل، ولی بعدش محل سگم بهمون نمیذاشت، ولی همون اولش. بای دی وی من تصمیم گرفتم که هم سر کلاس حقوق برم هم سر کلاس روانشناسی و همون اول با ترم اول مشخص نمیشه که تو کدومش رو دوست داری. میدونی ترم اول درس اصلا تخصصی نیست، در خب کلیت دستت میاد دیگه که مثلا چیه داستان. خب و کتابای حقوق و روانشناسی هم خب دور و بریام بودن که مثلا نگاه میکردم و اینا ببینم که مثلا داستان چیه و بین اون 2 تا انتخاب در نهایت تصمیم گرفتم روانشناسی بخونم. یعنی میگم با شک وحشتناک فراوان من این کار به این پروسه رسیدم، اینکه اوکی من از دانشگاه تهران و بهشتی گذشتم دانشگاه شیراز رو انتخاب کردم، از اون ور نمیدونم حقوق رو ول کردم روانشناسی رو رفتم خوندم چون علاقه داشتم و همین داستان. یعنی میخوام بگم که منم کلی مثل شما شرایط شک رو داشتم و میخوام بهتون بگم که الان شما فکر میکنین وای ما رتبمون بد بوده خیلی ناراحتیم از این داستان. میخوام بگم من حتی رتبم خوب بود همچین شرایطی رو داشتم. اینا به عنوان تعریف کردن نمیگم، به عنوان این میگم که بالاخره مسیرمون هممون یکیه، بالاخره هممون شکر رو داریم و بالاخره میخوام در نهایت به نتیجهش برسم. من وقتی که تو دانشگاه درس رو شروع کردم و اینا اینجوری بودم که من با خیلی انگیزه خیلی زیاد و علاقه و این داستانا خب شروع کرده بودم و قشنگ اینجوری بودم که انگار رفتم تو دیوار و اصلا دانشگاه اون چیزی نیست که شما تصور میکنید و خیلی فضاش متفاوته. نه اینکه بد باشه ولی مثلا اصلا اون چیزی نیست که فکر کنی وای من برم دانشگاه خیلی همه چیز عوض میشه. به نظر من هیچ عوض نمیشه به جز اینکه تو 4 سال فقط بعد بری سر کلاس یه سری ارتباطات میسازی، سوشالایز میکنی و همین داستانا و تاش یه مدرک میگیری. یعنی اصلا چیزی رو تغییر نمیده. دانشگاه نمیتونه شما رو کاری کنه که لزوما شما حتما مهاجرت کنید. دانشگاه نمیتونه کاری کنه که شما لزوما آدم موفقی بشید، حتی اگر دانشگاهی که خودتون دوست دارید هم قبول بشید. اینا رو اومدم بهتون بگم که به این نقطه برسم. همه ما تو 18 سالگی تجربهمون کمه و فکر میکنیم که خیلی قضیه مهمیه دانشگاه و رشته انتخاب کردن. قضیه مهمی هست، خب خیلی مهمه که آدم بره دنبال علاقش و چیزی که دوست داره رو بخونه و همه این داستانا، ولی قرار نیست کل زندگیتون بر پایه این تغییر کنه. و چیزی که من حس میکنم زندگی رو تغییر میده لزوما رشته دانشگاهی نیست، مگر که حالا یه نفر توی رشته خیلی نخبه باشه، علاقه خیلی وحشتناکی داشته باشه و همین داستانا. چیزی که من حس میکنم خیلی 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 مهمتر از لزوما رشته‌ای که هست آینده شما رو میسازه مهارتاییه که دارید. یعنی اینکه شما الان بپذیرید که تو چه شرایطی هستید، انتخابتون به کجا ختم شده، تلاشاتون به چه نتیجه‌ای رسیده و اگه میخواین تلاش مضاعفی واسه آیندهتون بکنید که آیندهتون رو تغییر بدین در راستای مسیری که میخواین بهش برسین و هدفی که دارید، روی مهارتاتون کار کنید. یعنی چی؟ مهارت چرا من میکروفونم رو وصل نکردم؟ مهارت مثلا زبان، مثلا زبان. بچه همیشه میگن زبان خیلی مهمه، ولی تعداد کمی از آدم ها واقعا زبان رو حرفه‌ای دنبال میکنن و مثلا قشنگ حرفی برای گفتن دارن. همه زبانشون تو سطح معمولی میمونه و زبان خیلی قضیه مهمیه. یعنی اینکه به نظر من چیزی که شما خیلی خیلی روی زندگیتون اثر میذاره اولینش زبانه به نظر من. دومینش مهارتایی که یاد میگیرین که میتونه در راستای علایقتون باشه. یعنی برین ببینید به چی علاقه دارید، برین در راستای همون مهارت کسب کنید و هی خفن‌تر بشید. دانشگاه به شما هیچ چیزی یاد نمیده. یعنی شما حتی تو رشته‌های عملیاتی تر، یعنی حتی رشته علوم انسانی هم نباشه، رشته‌ای که عملی تر هم هستن، برین دانشگاه در نهایت چیز خاصی یاد نمیگین. در نهایت انقدر خروجی زیادی نداره. مثلا بچهای مهندسی، من رشته مهندسی نیست، حالا نظر تخصصی نمیدم، ولی چیزی که دیدم و شنیدم فقط میخوام باهاتون شیر کنم که حتی بچه‌ای که کامپیوتر میخونن اینجوری نیست که بعد از اینکه 4 سالشون تموم شد یا حتی اگه ارشد گرفتن خیلی خفن باشن، مثلا تو برنامه‌نویسی
تو برنامه نویسی، مگه اینکه خودشون خیلی کار کرده باشن، خودشون تلاش کرده باشن، خودشون روی این مهارت وقت گذاشته باشن. این لزوما دانشگاه انقدر به شما چیز نمیکنه، انقدر شما رو متخصص نمیکنه. و خواستم بهتون بگم اول که نفس عمیق بکشید، انقدر حس نکنید که وای الان چی شده، چقدر دنیا سخته، چقدر همه چیز ناراحت کننده است، چقدر رتبه مهمه، چقدر دانشگاه. یه ذره بیخیال باشید و انقدر چی میگن، یعنی در واقع من میدونم تو 18 سالگی هم تجربهش کمه و کوچکترین اتفاقی که میفته حس میکنه که وای آخر دنیا شده، وای خیلی ناراحتم، وای خیلی غمگینم، همین داستانا. ولی قضیه این که اصلا قضیه مهمی نیست و قضیه اینه که یعنی نه که بخوام ناراحتیتون رو بی اهمیت بشمارم، فقط میخوام بهتون بگم شما قراره این پروژه خودتون، یعنی این چیزی که خودتون هستید و به یه نقطه‌ای برسونید که بشید یه آدمی که هم بتونید پول در بیارید، هم بتونید هویت خودتون رو بسازید. خب و این الان اول راهشه و فکر نکنید اگر اول راهش به دانشگاه خاصی که تو ذهنتون بوده ختم نشده یا به رشته خاصی که تو ذهنتون بوده ختم نشده شما الان آدم شکست خورده اید. نه، شما تازه این مسیر رو شروع کردید، این مسیر تلاش کردن روی پروژه خودتون و باید هی با اون مهارتایی که دارید، این در واقع چیزایی که یاد میگیرید، این پروژه رو تکمیلش کنید. اینو براتون به خاطر این میگم که واقعا من کلی آدم میشناسم که دانشگاه‌های خیلی خوب درس خوندن ولی در نهایت به نقطه خاصی نرسید اون همه تلاش، و آدمایی که دانشگاه خیلی معمولی تر و رشته‌های خیلی معمولی تر رفتن شروع کردن درس خوندن ولی در نهایت انقدر رو مهارتاشون کار کردن که به کجا رسید؟ به این رسید که تونستن هویت خودشون رو بسازن. شما الان 18 سالتونه تا مثلا نمیدونم تا سن 25-30 مثلا در نظر بگیرید و تا اون موقع شما مثلا میخواین رو مهارتاتون کار کنید، رو دانشتون کار کنید، رو همه چیز. خب و در نهایت اون مهارتاتونه که پول ساز میشه واسهتون. یعنی رشته‌های دانشگاهی یه چیزیه که فقط هست، میدونی، باید باشه، میدونی، یه مدرکیه که باید داشته باشی ولی لزوما تو رو به پول و نقطه خاصی نمیرسونه اگر مهارت نداشته باشی. خواستم بهتون بگم هیچ اتفاقی نیفتاده، انقدر ناراحت نباشید، انقدر سخت نگیرید. اگر واقعا یه سال پشت کنکور موندید و بازم به اون نتیجه‌ای که می‌خواستید نرسیدید، شما خودتون باید تصمیم بگیرین. قطعا من کسی نیستم که نظر بدم ولی میخوام بهتون بگم شاید بهتر باشه خیلی وقتا اگر دیوونه رشته‌ای که می‌خواید برید نیستید، لزوما مثلا بعضی هستن واقعا یه رشته رو خیلی دوست دارن و حاضرن چند سال پشت کنکور بمونن تا اون رشته رو بخونن. خب اگر دیوونه رشته خاصی نیستین و انقدر یه چیز خاص واسهتون مهم نیست، به نظر من دانشگاه رفتن رو شروع کنید و اون تایمر رو بذارین رو مهارت. یعنی واقعا بچه‌ها مهارت خیلی مهمه، خیلی وحشتناک مهمه و خیلی تاثیر میذاره رو همه چیز و یه مهارت کوچیک میتونه زندگیتون رو تغییر بده و لزوما هم قرار نیست حتما اون مهارت تو رشته خودتون باشه. شاید شما رفتین توی حوزه دیگه مهارت کسب کردید و اینقدر اون مهارت خفن شدید که تو اون در واقع کارتون رو ادامه دادین و اصلا مرتبط با رشته خودتون کار نکردید. یعنی میخوام بگم زندگی همین جوریه، زندگی انقدر همه چیزش قابل پیش بینی نیست که شما همه چی رو مثلا اوکی من این رشته رو خوندم باید به این نقطه برسم، اگر یه چیز تغییر کرد فلان، اصلا اینجوری نباشه. و اینکه یکی از بچه‌ها که پیام داده بود در مورد اینکه پرستاری دوست داره و پارسال دوست داشته و الان انقدر علاقه نداره و چرا من تغییر کردم و همه اینا، مثلا میگم بچه‌ها خیلی طبیعیه آدم تغییر کنه. خیلی وقتا آدما میرن پزشکی میخونن، متخصص میشن و ول میکنن. یه نفر بود چی بود رفته بود حقوق خونده بود و وکیل شده بود و کلا علاقه نداشت، ول کرده بود، شروع کرده بود پزشکی خونده بود. یعنی میخوام بگم که زندگی اینجوری نیست که همه چیزش خط صاف باشه.
تو میتونی تغییر کنی و جالبی زندگی هم به همینه. یعنی تو قدرت تغییر کردن رو داری و قدرت دوباره شروع کردن و دوباره تلاش کردن هم داری. برای همین هیچ نقطه‌ای تو زندگی نیست که آدم حس کنه دنیا به آخر رسیده و تاریکی مطلقه و فلان. و مورد بعدی که میخواستم بهتون بگم، اگر تکلیفتون توی یه سری چیزا به خودتون معلومه، مثلا یک از بچه‌ها همین که در مورد پرستاری صحبت کرده بود، من میدونم که درس کشیدن آدما رو دوست ندارم، شیفتای طولانی پرستاری رو دوست ندارم، فلان رو دوست ندارم. این قشنگ همه چی رو کامل میدونست. وقتی میدونی باید به اون دانشت عمل کنی. وقتی میدونی یه سری چیزا رو دوست نداری، ننداز خودتو داخلش فقط به خاطر اینکه بقیه میگن خوبه. چون که بقیه که نمیخوان به جای تو زندگی کنن، یا بقیه که نمیخوان به جای تو برن شیفت، یا بقیه که نمیخوان به جای تو با بیمارا سر کار داشته باشن. پس باید کاری رو انجام بدید که خودتون حس میکنید میتونید و علاقه دارید. چون که در نهایت خودتونید که با اون رشته در واقع سر کار دارید و سر کله دارید میزنید. و یکی از بچه‌ها گفته بود که من اولش همین که پیامشو خوندم خوشحال بودم که مثلا فلان رشته‌ام فلان، ولی بعد خانواده سرد برخورد کرد. مورد بعدی که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، از الان که همین 18 سالتونه، بیان یه سری چیزا رو بپذیرید که قرار نیست همیشه از طرف آدمایی که دوستشون دارید، خانواده، دوستان و همه اینا حمایت بشید و این حس تنهایی رو باش کنار بیاین. یعنی این حسی که خودتون از پس خودتون در بیاین، حتی اگه بقیه حمایتتون نکنن، حتی اگه بقیه ساپورتتون نکنن، و باهاش کنار بیاین. چرا؟ چون تو خیلی تو زندگی لازمش دارین. خیلی وقتا شما یه سری کارا رو دوست دارید از اول شروع کنین، یه سری چیزا ریسک داره و بقیه شاید شما رو خیلی ساپورت نکنن سر این داستانا. اگر شما خودتون رو نداشته باشید و همش هی تکیه کنید به این حمایتای بقیه، حرفای بقیه و کلا با مسیری که بقیه براتون مشخص میکنن بخواین به این جلو، اذیت میشید، خیلی اذیت میشید. برای همین از الان حتی اگر حمایت نمیشید تو مسیری که حالا انتخابتونه، انتخابی که با آگاهیه ها، یعنی نه انتخابی که انتخاب الکی، نه، به هر حال شما الان انتخاب کردین و یه نتیجه‌ای داده، یه سری ریسکا داره، یه سری ترسا داره هر انتخابی و خیلی طبیعیه. اگر بقیه حمایتتون نمیکنن، شما خودتون رو دارید. یعنی شما خودتون برای خودتون میتونید همه چیز باشید. لازم نیست که حتما بقیه حمایتتون کنن، چون که در نهایت خودتونید. یعنی خودتون مهمترین فرد زندگی خودتونید و خودتونید که باید زندگیتون رو جلو ببرید. و اگه فکر کردین یه جایی رو میتونید از پسش برمیاین، بقیه فکر میکنن نمیتونین، این کاری به بقیه نداشته باشین. شما خودتون میدونید که میتونید و خودتون هم میتونید از پسش بر بیاید. و اینکه یه پوینتی که شهرهای دیگه درس خوندن داره، این که بچه خیلی مستقلتون میکنه. قطعا سخت‌تر زندگی تو خوابگاه، شرایط متفاوت و همه این داستانا، ولی من کلی از دوستام بهتون گفتم، خب من دانشگاه شیراز انتخاب کردم و خیلی از دوستام رفتن تهران و ببینین اصلا خیلی متفاوته. به نظر من اون پختگی که زندگی مستقل بهت میده، تو زندگی وقتی که با خانواده زندگی میکنی نیست. خب خیلی متفاوت میشه، خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تر. نمیدونم، شاید هم بهتون خوش بگذره، شاید هم دوستای خیلی خوب پیدا کنین که سختم نباشه حتی، ولی یه آدم جدید میسازه ازتون و به نظر من ارزششو داره. پس اگر یه شهر دیگه قبول شدید، حس نکنید که چیزی رو از دست دادید. خب یه وقتایی باید حس کنید که اوکی، این یه راه باز شده واسه من، باید برم امتحانش کنم. یعنی اینقدر همه چیز رو ما بچه‌ها تو آزمایشگاه علمی زندگی نمی کنیم که همه چیز رو ریز آزمایش کنیم و بعد تصمیم بگیریم. و زندگی اینجوری نیست. زندگی اینه که اوکی، من بر اساس دانش، تجربه الان 18 سالم میخوام تصمیم بگیرم بر چند سال بعدم. اوکی، الان من بر اساس تجربه 30 سالم میخوام تصمیم بگیرم برای چند سال بعدم. اوکی، من الان 40 سالم میخوام بر اساس تجربه‌ام تا الان یه تصمیم بگیرم و اون تصمیمه بر اساس اون دانش، تجربه هاتون و آگاهیایی که کسب میکنید. و اوکی، همه چیزو شما نمیتونید کنترل کنید و یه سری چیزا بیرونیه و اصلا از کنترل شما خارجه. یه سری چیزا ممکنه شانس توش دخیل باشه، نمیدونم، هزار تا داستان این وسط هست. برای همین انقدر بار رو شونه هاتون رو سنگین نکنید و حس نکنید که
باید همه چیز تحت کنترل شما باشه و اگر یه سری چیزا تحت کنترل شما نیست از بی‌عرضگی شماست و شما باید یه کاری بکنید و همین. اومدم بهتون فقط بگم که بچه‌ها اون چیزی که زندگی بهتون میده رو، این مثال معروف هست که میگه اگه زندگی بهتون لیمو میده شما لیمونادش کنید. یه وقتایی اون آپشنایی که جلو پاتون میاد و حس کنید که چیز خوبیه، یعنی نه که حس کنید، منظورم که چیز خوبی تلقیش کنید و شروع کنید و تلاش کنید. خیلی از شما هنوز هدفتون رو نمیدونید یا هدفتون رو میدونید نمیدونید چجور تلاش کنید براش. خیلی از شما در مورد GKS سوال پرسیده بودین. بچه‌ها اگه واقعا میخواین واسه GKS و از این داستانا اقدام کنید و رشته‌ای که میخواین رو میدونید، از الان شروع کنید رو زبانتون کار کنید و اقدام کنید هر چه سریعتر. یعنی اینکه GKS من نمیدونم واسه کارشناسی چجوریه ولی کلا قضیه زبان خیلی توش مهمه و الان کسایی که این سالا دارن شرکت میکنن چه از ایران شما دیگه باید با خود ایران بچهای ایران رقابت دارین دیگه، اکثرا زباناشون خیلی خوبه و هم زبان کره‌ای بلدن هم زبان انگلیسی بلدن. پس به نظر من اگه میخواین در واقع شرکت کنید مخصوصا واسه لیسانس زبان خیلی قضیه مهمیه. و مورد دوم که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها اینه که اگه یه رشته‌ای رو قشنگ 100% میدونید که اصلا هیچ جوره راه نداره که باش کنار بیاین، واقعا نرید. یعنی خودتون رو توش نندازید که حس کنید که اوکی من بعداً عادت میکنم و از این داستانا. من قشنگ همه اون تایمه بهم میگفتن که برو فرهنگیان، خیلی فرهنگیان خوبه، حقوق میگیری و از این داستان. من اینجور بودم که میخوام حقوق نگیرم 100 سال سیاه، من از فرهنگیان خوشم نمیاد و من نمیخوام معلم بشم و علاقه ندارم واقعا. بچه خودم میشناختم من اعصاب معلم بودن ندارم واقعا. و اینکه همون موقع من به مثلا کره و اینا فکر میکردم و حتی با اینکه واقعی نبود تو ذهنم و خیلی دور بود و اینا، و همیشه اینجوری بودم که اوکی من اگه برم فرهنگیان یه داستانی هست که مثلا مدرک آزاد کردن و از این داستانی که داره و با اینکه اون چیزا تو ذهنم هم ناواضح بود ولی باز تصمیم گرفتم که اصلا نرم سراغ فرهنگیان. بچه شما اگه مهارت داشته باشین از راههای دیگه میتونین پول در بیارید اگه یاد بگیرید. فقط به خاطر اینکه فرهنگیان بهتون حقوق میده این ریسکم نکنید. اگر نمیدونید چجوری پول در بیارید دانشتون رو تو این زمینه زیاد کنید. همیشه بهتون گفتم هی سرچ کنید و هی ببینید که چه راهی براتون بهتره و چه مهارتی میتونید یاد بگیرین که بتونید ازش پول در بیارید. خیلی از شما مثلا میگین که فاطمه من ادمینی بلدم، جایی نمیشناسی کار بخواد. بچه ها کدوم کسی که ادمینی بلده اینجوری دنبال کار پیدا کردن میگرده؟ کسی که به اصول سوشال مدیا وارد باشه و کار ادمینی رو کامل بلد باشه میدونه که باید خودش یه پروفایل داشته باشه و یه پیج موفق خودش رو آورده باشه بالا که بقیه بیان بهش کار بدن. چجوری من شما رو نمیشناسم، یه کارفرما شما رو نمیشناسه و هیچ هویتی ندارین، فقط به حساب این که اوکی من ادمینی بلدم فکر میکنین بهتون کار میدن؟ اگر یه کاری رو یاد میگیرین مثلا سوشال مدیا رو یاد میگیرین و بلد میشید بعد پیج خودتون رو بیارید بالا و به عنوان نمونه موفق پیج خودتون رو مشخص کنید. بعد بریم واسه چند نفر کار کنید، چند تا اولش رضایت جمع کنید که آدمایی که کارشون رو ارتقا دادین و سوشال مدیاشون رو بالا آوردین و کسب و کارشون بهتر کردید و بعد برین دنبال کار بگردید که پروژه‌های بیشتری قبول کنید. وگرنه ادمینی یاد گرفتن که اوکی من ادمینم بهم کار بده، بهم ماهی 5 میلیون حقوق بده، این اصلا منطقیه؟ شما تخصصتون رو باید نشون بدید. اگر ادعا میکنین که من تخصص دارم توی چیزی باید نشون بدی. اگر ادیتوری باید اول تخصصتون نشون بدی. مثلا برید واسه چنل‌های موفق ادیت کنید رایگان و بعدش به عنوان نمونه کار میتونید داشته باشید. یعنی که شما باید یه رزومه‌ای داشته باشید. شما هر کاری که میخواین تو زندگیتون بچه انجام بدید، چه میخواین درس بخونید، اپلای کنید و همه اینا، چه میخواین کار پیدا کنید و از این هر چیزی، شما باید خودتون رو بتونید معرفی کنید و بگین که اوکی من که ادعا میکنم که بهم این پوزیشن رو بدید، این کار رو بدین، این بورسیه رو به من بدید، من
که ادعا میکنم اینه سابقم، اینه رزومم. یعنی خودتون رو باید بتونید ارائه بدید. من این کارا رو کردم، این پیجا رو بالا آوردم، این کارا رو کردم. کسی که خودش تو سوشال مدیا وارد باشه و کار ادمینی بلد باشه و پیج خودش رو بتونه بیاره بالا، بعدا میتونه پیج بقیه رو هم بیاره بالا. ولی کسی که حتی پیج خودش رو نمیتونه بیاره بالا، نمیتونه ادعا کنه که من ادمینم. پس برای اینکه مثلا چون خیلی این قضیه ادمینی رو بهم پیام میدین یا حتی ادیت، مثلا من ادیتتون انقدر حرفه‌ایه که چندلای موفق بتونن کارشون رو بهتون بدن، پس رزومه برای خودتون بسازید، مدام واسه بقیه کار رایگان انجام بدید که بشه رزومتون، که یه در واقع به کسی که میخواین برین کار ادامه بدید، کار بگیرید ازش، به اینکه اوکی من این کارا رو انجام دادم و این واسه این چنل کار انجام دادم فلان فلان فلان. حتی اگر اون کارا رو رایگان انجام داده باشین جز رزومتون شده. با اینکه یه ذره ادیت یاد بگیرید، یه ذره کار سوشال مدیا رو یاد بگیرید و بعد بگین که من اوکی کار پیدا نکردم و اینا، بچه‌ها این درست نیست. یعنی اینکه شما باید توی چیزی متخصص بشید و خیلی خیلی اون کار رو وارد بشید و بعد میتونید از اون کار پول در بیارید. پس میخوام بهتون بگم خیلی وقتا اینکه یه کاری رو شروع میکنید فقط چون بقیه بهتون میگن که اوکی این کار پول سازه ولی واسه شما نمیشه، به خاطر این ممکنه باشه که شما به اندازه کافی توش تخصص ندارید یا حوصلتون نشده ادامهش بدین تا به یه نقطه‌ای برسونیدش و مثلا سریع گفتین اوکی نتیجه نمیده و خیلی وقتا باورایی تو ذهنتون متوقفتون میکنه از اینکه اوکی من آنلاینم میتونم پول در بیارم، اوکی من فلان باید حتما کاری انجام بدم که به یه حقوقی برسه، مثلا حقوق بهم بدن، بیمه برام جور کنم و همه این داستانا. خلاصه که جمع‌بندی کنم حرفامو، اولا حس نکنید آخر دنیاست و فقط اگر رشته هر چیزی اون رشته‌ای که تو نظر بقیه است قبول نشدید، اوکی الان زندگی به آخر رسیده من دیگه فلان 20 سال، اینجوری فکر نکنید. این فقط یه دوره گذراست، ممکنه نقطه عطف زندگیتون باشه، ممکنه بعدا بفهمید اصلا این رشته برای شما مناسب تر بوده و هر داستانی. به هر حال هر چیزی به تصمیماتتون، در واقع به چیزی که بر اساس دانش الانتون و فکر الانتون، تجربه الانتون تصمیم گرفتین، بهش اتکا کنید و اگر میخواید چیزی رو تغییر بدید رو مهارتاتون کار کنید و مهارت‌ها مهمتر از رشته تحصیلی هستن، خیلی خیلی مهمتر. خیلی از شما بهم میگین که فاطمه من دانشگاهم فلانه یعنی میتونم بورسیه بگیرم. بابا کلی آدم دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور مثلا بورسیه گرفتن. این چه حرفیه اصلا؟ من نمیفهمم. مهم اون رزومه و رشته است. اصلا هیچ کدوم از بجز دانشگاه شریف و حالا دانشگاه تهران خیلی دانشگاهی دیگر رو نمیشناسن کشورهای دیگه. مهم اون رزومتونه که میبینن. برای همین ما که دانشگاهمون مثلا رنکاشون اینا بالا نیست متاسفانه به خاطر خیلی از مسائل و so take it easy don't worry. برای همین مورد آخر اینکه ذهنتون رو بذارید روی چیزی. اگر قرار هدفتون باشه و میخواین به این نتیجه برسه، ذهنتون رو بذارید رو شدنش و یه جوری تلاش کنید که بشه. مثلا همین کار ادمینی، سوشال مدیا یا هر کاری که میخواین انجام بدین و میخواین تخصص روش کسب کنید، تهش رو در بیارید بچه‌ها. اگر یه مهارتی یاد میگیرین و نمیدونید چجوری ازش پول در بیارین، تهش رو در بیارین. قطعا کلی آدم قبل از شما در موردش تو یوتیوب صحبت کردن، فقط باید زبانتون خوب باشه که به انگلیسی سرچ کنید و تهش رو در بیارید. و دوستتون دارم، امیدوارم مراقب خودتون باشید و قصه نخورید. ماچ بهتون، خدافظ.